حالا ما میایم این قسمت رو از این قسمت جدا میکنیم که ببینیم فرقش چقدر خواهد. سنباته هاتون هم که گذاشتید توی آب یه مقدار خیس شد، از سنباته 2000 شروع میکنید سنباته زدن. این وقتی که خیس میشه یه مقدار اینجوری میشه، شما میای یه مقدار این سنباته رو صافش میکنی، یه ذره سطح بدنت رو خیس میکنی. اولین مرحله چون سنباته زبره فشار زیادی روی بدنه نمیاری، با این انگشتت سنباتت رو میگیری، با 4 تا انگشت یه مقداری فشار میاری. کج باید باشه، 4 تا انگشتت به این شکل نباشه، رد سنباته رد انگشتات میمونه روی بدنه. یه مقدار کجش کن، صاف. چون اولش یه مقدار سنباته زبره ممکنه اذیت بشی، ولی اولش که این زبری در اومد از سنباته دیگه کارت راحت تر میشه. کاملا همه جا رو به صورت صاف سنباته میزنی. حالا میایم مسیر رو جابجا میکنیم. ببینید هنوز این به انگشت من اینجا داره سنباته رو نگه میداره. حواستون به این یه نکته باشه. نکته های زیادی تو این ویدیو میخوام بهتون بگم که خیلی بهتون کمک میکنه، هم کارتون رو راحت تر میکنه، هم خروجی کارتون رو قشنگ تر میکنه. اصلا خشک نکشین، یعنی اگه دیدین خیسیه بین رفت خوش شد، سنباته دیگه تکون ندید. اگر یه مقدار زبری بود یه ذره میایم از یه مایع استفاده میکنیم که اون زبریه روی چیزو بگیره، اذیتمون نکنه، سنباته راحت تر بره بیاد. قسمت همین چسب بزنید که وقتی دارید کار میکنید لبه این قسمت خراب نشه. انقدر سنباته میزنیم تا دیگه زبری زیر دستمون حس نکنیم. کلا کار ما یه جوریه که باید سنباته، دستگاه، دستمال، خود پولیش انقدر باش کار کرده باشی که زیر دستت حسش کنی چقدر داری فشار میاری، چقدر داری رنگ رو برمیداری و چقدر داری روی قسمت کار میکنی. همه اینا رو باید خودت حسش کنی. حالا اولش یه مقداری سخت خواهد بود، ولی بعدها خودتون متوجه این حرفم خواهید شد که این سنباته رو وقتی داری میزنی خودت میفهمی که این سنباته باز نیاز داره یا نه کافیه.
برای اینکه بهتر متوجه منظورم بشید من پاک میکنم اینجا رو. این اتکر رو پاک میکنی. ببینید ماتی که دارید میبینید یه ماتی یک دست بدون رد انگشت. باید ماتیتون به این شکل باشه، یک دست بدون رد انگشت. اگر ببینید اگر ماتیتون به یه شکل باشه که رد انگشت بمونه توی ریکاوری و احیای رنگ اذیت میشید و اون خطا از بین نمیره. اما این ماتی الان یه ماتی خیلی قشنگ و حرفه‌ایه. حالا توی این مرحله میایم سنباتمون رو تغییر میدیم. سنباته 2500 اون رو برمیداریم. بهتونم گفتم وقتی میندازی تو آب جمع میشه که ما میایم اینو صافش میکنیم. سطح بدن خیس. ببینید به این شکل. انگشتتو میگیری یه ذره خم، اینجوری نمیخواد بکنی اذیتی، یه ذره خم که این رد انگشته به این سمت باشه، صاف نباشه. تمام. انقدر سنباته زدی که زیر دستت حس کردی نرم شد، دیگه کافیه. دوباره خشکش میکنی. یک دست مات، ببینید یه دست مات خوشگل، نه ماتی که یه مقدار یه جاش ماته یه مقدار یه جاش دیگهش ماته، یه دست باید باشه. الان این یه مقدار باز رد میبینید، متوجه میشین این ردا رو تو فیلم معلومه ردا، این ردا با سنباته 3000 صاف میشه.
نفس آدم میگیره، ولی شغل خیلی باحالیه. میدونی چرا؟ چون آخر سر خودت میبینی لذتش میبری. قبل از اینکه مشتریت ببینه لذت ببره، تو میبینی لذت میبری. ببین الان انقدر دیگه روون شده، سنبات زبری نداره زیر دست من. خب اینم از این. بذار من اینو بکنم. این بدنه الان بذار پاکش کنم ببینید شما چقدر خوشگل مات شده. نگاه کن اینجا رو، چقدر خوشگل مات شده. یه دست مات، ببین یه دست مات. به این درجه باید ماتی باید برسونی. اوکی، تایم ویدیو زیاد شد. من ریکاوری و احیای رنگشم شروع میکنم. توی پست بعدی بهتون نشون میدم که به یه براقیات درجه 1 و حرفه‌ای برسیم. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید.